سلام بچه‌ها، من مهدیم و خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز یه مسابقه خیلی خفن داریم با یکی از شرکت کننده عشق ابدی. بریم ببینیم کی کیه. خب اومدیم با تناز. حالا ببین ناکن، خیلی سوال ازت دارم، بیا دونه دونه بریم جلو، از اولش شروع کنیم. چی شد عشق ابدی؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ کی بهت گفت؟ خب من تهران بودم، توی یه کافه کار میکردم و اینا. یا اومدم دیدم تو ریکوست های مسیج اینستام از یه پیج سالن زیبایی استانبول تکست اومده. رفتم دیدم که آره یه پروژه اینجوریه، برام ورژن های دیگه شو فرستاده بود و اینا، اینجوریه فلان اینا، شما شرکت بکنید مثلا اینجوریه. نگاه کردم برو بابا چرت و پرته مثلا. بعد باور نمی‌کردی اول. بعد دوستم گفت نه جواب بده ببین چه جوریه، شاید باحال باشه. بعد خب آفیش داشت، منم موقع داشتم چیز می‌کردم پولامو جمع کنم مهاجرت کنم. خب بعد گفتم که البته تجربه باحالی همیشه آفیشم داره دیگه، بذار برم. میخوام مهاجرت کنم، این آفیشم بهم کمک میکنه که بتونم این کارو بکنم. چون همیشه اینو میخوام توی پرانتز بگم، من از بچگیم حالا مامانم و بابام و اینا همیشه کنارم بودن، پشتم بودن، ولی یه شخصیتی که داشتم این بود که همیشه دوست داشتم خودم همه کارا رو بکنم. دوست داشتم حتی کمک مالی از طرف کسی داشته باشم، دوست داشتم خودم کار کنم، چون برام لذت بخشتر بود موقعی اگه به یه چیزی میرسیدم. بعد هیچی دیگه، گفتم اوکی. اومدم استانبول، رفتم مصاحبه و اینا. بعد دو دل شدم، گفتم ولش کن، منم حوصله عشق عاشقی ندارم، نرم اونجا عاشق شم حالا جدی. بعد دوستم گفت نه بابا فیلمه. گفتم نه بابا میری اونجا 24 با طرف تو خونه ای عاشق میشم و منم جنبه این چیزا رو ندارم، یکی هم باشه تایپ من باشه من عاشق میشم. هیچی، گفتم من نمیام. دقیقاً 3 روز مونده بود به اینکه ضبط این برنامه شروع بشه، تهیه کنندش با هم تماس گرفت، گفت که تناز لطفاً ناز نکن، بیا پروژه خفنی میشه و اینو بهت قول میدم که تو چهره محبوبی میشی، تو چهره خوبی میشی توی این برنامه. ایول، چون که قولش عمل کرده. آره گفت که چون شخصیت تو توی مصاحبه فهمیدم چجوریه. گفتم اوکی، رفتم و حالا پروژه شروع شد که دیگه قسمتشو داریم میبینیم. به چیزی که فکرشو نمی‌کردم شد. آفرین، کاملا سورپرایز شدی خودت، یعنی نمی‌دونستی که اتفاق قراره بیفته، یه به قول معروف کار خفن پیش اومد و الان اینجایی. بعد جالبش من یک هفته قبل اینکه وارد این برنامه بشم می‌خواستم پیج اینستام ببندم، چون حوصله فضای مجازی و این چیزا رو نداشتم و حتی توی برنامه بودم میگفتم که آره من از این برنامه رفتم بیرون، پیجم میخوام ببندم. که تا اومدم بیرون دیدم که نه انگار. نه انگار نباید ببندی. آره دیگه نه انگار. خب حالا تناز بریم سر سوال بعدی. به نظرم این چند وقت خیلی دارم میشنوم، خیلی تو فن پیجات، خیلی حالا کسای دیگه میذارن، یهو چون انداختن که آقا شما به قول معروف ملیتت افغانیه. من این واسم خیلی جالب بود، چون خودم که میدونم درباره این داستانو، دوست دارم خودت برای بچه‌ها توضیح بدی بدونن که آقا اصلا اصل داستان چیه. اوکی. ببین من مامانم اصالتا کویتیه، بابام اصفهانیه. مامانم تو جنگ عراق و کویت مهاجرت میکنن به ایران، اصفهان، دولت‌آباد اصفهان، و اونجا بابا بزرگ من بنیانگذار خیلی چیزا بوده، یعنی بابای مامانم. و حالا یه سری چیزا که نمیتونم بگم اینجا چون سیاسی میشه و موضوع خیلی خیت میشه. بعد ولی من افغانا رو دوست دارم، حتی یه استوری گذاشتم که من دوستتون دارم ولی من افغان نیستم، اصالتا اصفهانی هم از طرف پدری، از طرف مادری هم کویتی. ایوه مرسی که من مهربونی. قربونت برم. بعد یه سوال دیگه شاید واسه بچه‌ها، بیشترین پولی که واسه تبلیغات گرفتی چقدر بوده؟ آقا من اینو جواب نمیدم. میتونی جواب ندی، هر جو خودت دوست داری. من اینو جواب میدونی یه سری جواب چیزا بچه‌ها خیلی ازش زیاد احساس می‌کنن. جواب نمیدم. فضای مجازی یه سری آدم هستن، میتونیم بگیم
میخوان از هر حرفی یه کره‌ای بگیرن. من الان هر چی بگم میخوان بزرگش کنن، حاشیه‌اش کنن. منم دنبال این داستانا. آره متوجهم. ایول. خب یه سوال دیگه که واسه منم خب جالبه، ولی خب من اینو خیلی باز میدونم، میخوام بگم به بچه‌ها بگی، از عمل زیبایی استفاده کردی یا نه؟ خیر، من فقط 2 سال پیش نیم سیسی لبمو ژل زدم. فقط همین؟ فقط دیگه هیچ عمل زیبایی نه. ببین دماغم که کجه، تو والیبال توپ خورده توش، بعد صورتم که دیگه مشخصه نچراله، چون من چونه دارم کاملا نچرال. خب سوال بعدی، تنها قبل از این که اصلا این داستانو پیش بیاد پیجت چقدر بود؟ 60-70 کا بود درسته؟ نه کمتر، 34 40 کا اینا بود. 34 کا. بعد الان فکر کنم تقریبا تو 2 هفته است شدی هولوش 750 کا. 10 روز 700 کا. تو 10 روز رکورد واسه خودش به نظر من. و ریچ پیجم هم 380 میلیون نفر. این دیگه واقعا خفنه. آره من موندم. ببین کل ایرانیای دنیا رو جمع کنی، رفتم سرچ کردم میشه 150 میلیون نفر. خب کل ایرانیای دنیا. بعد این بقیه‌اش نمیدونم کیه. نه خب این چیه، ایمپرشن اینستاگرام جوریه که خب ویوهایی که مثلا چجوری بگم، کل ویوهایی که تو گرفتی در حال حاضر رو میبینه، یعنی تقریبا کل ایران دیدنت و میدونن که تو کی هستی. خاک پای تک خیلی انگشت. خب یه سوال جنجالی باحال، پشت این خنده‌ای که تو اینستاگرام دادی آخرین بار کی گریه کردی؟ پریشب. خیلی نزدیک بود. چرا؟ میتونیم بپرسیم سر چی یا نه؟ آره من میگم قصد مهاجرت داشتم، ولی مامانم الان حدوداً 7-8 ماهیه که ندیدم، چون من تهران بودم. مامانم رفته بود اصفهان پیش داداشم حدوداً 1 سال ندیدم. بابام هم 1 سال ندیدم. خدا حفظش کنه. نمیتونم برگردم ایران، با دوستام خدافظی نکردم و یه سری این فشارهای احساسی بهم اومده بود و کمبود مامانم رو کنار خودم احساس کردم و دیگه ناراحت شدی. خیلی زود میبینیش، قول میدم. آره میاد یه چند روز حتما میاد پیش تو. آره عالی شد. پس بریم سر سوال بعدی. چی بپرسم ازت که خیلی خفن باشه؟ بسم الله. اگه یه روز فقط 50 تا فالوور داشتی چیکار میکردی؟ اگه چی؟ الان فکر کن الان 750 تا فالوور داری. فکر کن الان 50 تا دونه فالوور داری، همش رفت. 50 تا دونه؟ 50 تا دونه. اوکی، پیجو پی وی میکنم، دوره هم با همون 50 نفر حال میکنم. جواب قشنگی داد. 50 نفری که موندن دلی با موندن دیگه، دوست هم داشتن که موندن. ایوه آره راست میگی. خب تو فضای مجازی تا حالا چیزی رو پنهون کردی که مردم مثلا فکر کنی مردم الان قضاوتت میکنن، یا مثلا شاید یه همه پیش بیاد بگن آره مثلا اگه اینو بفهمن ازت شاید خیلی ناراحت شن مثلا؟ نه شاید فنات از دست متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، یه اخلاقی که دارم خیلی روام و خیلی هم از این ضربه خوردم، چون همه چیزو میگم، همه چیزو نشون میدم. دقیقاً. و خب فضای مجازی من میگم میخواستم ببندم سر این که همه چیزمو نشون میدادم. خب موقعم زیاد فالوور نداشتم، 30 تا فالوور داشتم، نشون میدادم و یه سری قضاوت میشم. بعد حالا فکر کنم بیشتره، فالوورها بیشتره، قضاوت‌ها بیشتره، ولی خب به هر حال شخصیت من اینجوریه که من دوست دارم هر کی که سمتمه بدونه من چه آدمیم و هیچ چیزیمو پنهان نمی‌کنم، چون هر چیزی که در من هست، چه خوب چه منو داره تشکیل میده. آره دیگه، این به نظرم خفن ترین ویژگیته، به نظر همین باعث شده که همه دوستت داشته باشن، چون خودتو داری بازی می‌کنی. این چی میگم، نمیای بگی آقا من یک شخص دیگر رو جایگزین نمی‌کنی، همون هستی که خودتی و واقعا این باحاله. خب یه سوال خیلی باحال دیگه، بین ظاهرت و محتوایی که درست میکنی به نظرت فالوورات با کدوم بیشتر حال میکنن؟ فالوورام چی؟ بین ظاهرت
و محتوایی که تولید میکنی. خب بین این دوتا به نظرت فالوورات با کدومش حال میکنن؟ آخه الان محتوام دیشبم یه استوری گذاشتم. من به خاطر یه سری اتفاقاتی که داخل ایران افتاده پیج خیلی از بلاگرها و همکارا و دوستای عزیزمون بستن و یه سری شغلی که از طریق پیجشون درآمد داشتن دنبال یه جایی واسه معرفی پیجشون بودن و خب به لطف بچه‌هایی که اومدن یوهو منو فالو کردن و به لطف تمام بچه‌های ایران تونستم که یه ذره فالوور بگیرم. اونا دنبال این بودن که یه جا خودشون معرفی کنن و خب باعث شده که من الان بیشتر محتوام بره سمت معرفی اون پیجا. حالا خودم هم دارم تولید میکنم و من خب میگم عادت ندارم انقدر آدم منو نگاه کنه و تازه مهاجرت کردم. چیزیم روتین نشده، تازه از اون جزیره اومدم بیرون، خوابم هنوز تنظیم نشده، کارهای عقب مونده، من هنوز محتوایی که میخوام و تولید نکردم. بس اگه الان اینجا مردم هستن به خاطر چیزیه که منو شناختن که کنارم الان موندن، شناخته که از من. خب تو آینده چه محتوای دیگه ازت میخوایم ببینیم؟ اینم به بچه‌ها میخوای بگی؟ من بیشتر دوست دارم روتینمو بذارم. بعد من عاشق کار مدلینگم، دوست دارم که توی اون راستا بیشتر فعالیت کنم و همونجور که خودت هم میدونی من واسه آرتیستا طراحی لباس میکنم. میخوام پیجمو تو راستای همون طراحی لباس همون کار مدلینگم پیش ببرم، چون من بلاگر نیستم. اینجا هم میگم بلاگر نیستم، نمیگم کار بدیه یا دوست ندارم، نه، من شخصیتم اینجوری نیست که بتونم 24 گوشی دستم باشه و دوست دارم یوتیوبمو بیشتر فعالیت کنم، ولاگ بذارم، مصاحبه با بچه‌های همین عشق ابدی رو داشته باشم یا حتی ایده‌های خفنی که دارم که حالا به مرور براتون رو میکنم. به این خب خفنه، این خیلی خفنه. ولی یکی از میتونم بگم خیلی خفن ترین طراح لباسایی یا اینو شاید خیلی دربارت ندونن. یعنی من لباسایی که تو طراحی کردی دیدم واقعا باحاله. بعد میخوای خودت اسم ببری که برای کیا طراحی لباس کردی و پوشیدن و تو استیج استفاده کردن؟ برام میخوام از همینجا اعلام کنم که من همین الان لباس دریکو زدم و آماده است که به دستش برسه فقط در همین حد بقیه‌اش هم به مرور توی پیجم و یوتیوبم میذارم ببینید دیگه. بقیه‌اش بذار بمونه فعلا. این خیلی سورپرایز چیزی بود چون بعضیا میان میگن که تناز میگه طراح لباس چرا نذاشت. آقا خب همین مهدی الان خیلی وقت منو میشناسه، من همین الان کنسرت فلان تایم فلان آرتیست خفن طراح لباسش من بودم، خودم هم بودم تو کنسرت، ولی نگفتم چون که دوست نداشتم الان یهو شو کنم که من این کارو میکنم اون کارو میکنم. دوست داشتم به موقعش اینا رو جمع کنم واسه خودم آرشیو کنم، به موقعش همش رو کنم. دوست دارم به خیلی جای بالاتر برسم و نه دنبال حاشیه بودم نه چیزی که بخوام اینجا تو فضای مجازی بخوام همه چی نشون بدم. خودش فریاد میزنه موفقیت دیگه، بالاخره این باحاله که وای نیستی که خودش نشون بده. حالا مثلا بچه‌ها میتونن تو پیج فلان آرتیست یا فلان حالا هر آدم خفنی که هست اون تو میبینن که تو کارشون رو انجام میدی و این خیلی به نظرم جذاب میتونه باشه. بعد یه سوال دیگه، بیا برگردیم به عقب‌تر. یه پوی فول بک بزنیم به خیلی عقب. 1 سال پیش تو بگو، 1 سال پیش شغلت چی بود؟ گفتی برند داشتی؟ آره برند لباس داشتم، یه سری تولید لباس میکردم، مردم میتونستن خریداری کنن ازم و بعدش رفتم توی یه کافه کار میکردم، تقریبا مدیر سالن کافه بود. آها خب 2 سال پیش تو بگو که کارت چی بوده. این به نظرم میخوام جنجالیش کنم، میخوام ببینم از اون اول چی بوده. میدونم که خیلی سختی کشیدی یا به اینجا رسیدی، واقعا این هر کی ندونه من میدونم، ولی خب دوست دارم بچه‌ها هم بدونن. 2 سال پیشم همین کار لباس هم میکردم و کار مدلینگ هم داخل ایران میکردم و خب خیلی سخته داخل ایران کار مدلینگ. پروژه های کوچیک کوچیک میگرفتم و داشتم اون کار میکردم. ولی اگه خیلی برگردیم عقب، حدوداً وقتی
فکر کنم 15 سالم بود. چند سالی بود که مامان بابام از هم جدا شده بودن. بعد خب همه خرجم مامانم میداد. همینجا میگم بابام خیلی باید التماسش میکنم نفقه رو بده. بابا ببخشید دارم اینو میگم، ولی دیدم مامانم داره اذیت میشه، چون اونم یه جوری بود که دوست داشت نشون بده که حامیه و هر چیزی که من میخواستم اون داشت واسم فراهم میکرد. دیدم داره اذیت میشه، منم خب بچه شر و شور و شیطون همه چی هم میخواستم. این کارو کنم، کلاس والیبال برم رنگ و روغن یاد بگیرم، همش دوست داشتم. انقدر انرژیم زیاد بود، همه کاری دوست داشتم انجام بدم و خب دیدم مامانم داره اذیت میشه. رفتم یه کافه نزدیک خونم بود، گفتم من میخوام کار کنم و اینا. گفت که ببین تو آشپزخونه میتونی کار کنی، ولی خب تمیزکاری و اینا باید بکنی. گفتم اوکی. رفتم تمیز میکردم آشپزخونه رو، بعد شدم دستیار سرآشپز دیگه، اونجا آشپزی میکردم. و حتی من اونجا یادم یه شب داشتم تی میزدم با وایتکس کف آشپزخونه رو میشستم، لیست خوردم کمرم سوخت کامل. آره ولی خدا شکر که اصلا جاش نمون، یعنی اصلا نشد، خدا دوستم داشت. بعد گذشت دوباره یه سال که نه، یه چند ماه کار نکردم چون اونجا دیگه اذیت داشتم میشدم. دوباره رفتم توی یه کافه، میخواستم سالوندار باشم، سالوندار اون کافه بودم. بعد شدم صندوقدار، بعد شدم مدیر سالن. بعد دیگه نمیرسیدم برم چون کار مدلینگم تو اصفهان خیلی اوج گرفت و من روزی 2-3 تا پروژه داشتم و نمیرسیدم که هم تو کافه باشم هم کار مدلینگم رو انجام بدم. دیگه فقط کار مدلینگم رو انجام دادم. بعد مامانم رفت تهران زندگی کنه، افسردگی گرفت به خاطر یه سری اتفاقایی که تو زندگیش افتاد و من مجبور شدم که برم پیش مامانم تهران و کل اون مدلینگ و اینا، اون پایه‌هایی که ساخته بودم و تازه اونجا جون گرفته بودم به فنا رفت و مجبور شدم دوباره از صفر تو تهران شروع کنم و کار مدلینگم، بعد دوباره کافه و بعدشم که دیگه اومدم استانبول. ولی سختی زیاد کشید تو زندگی. آره دیگه، میگم مثلا دوست داشتم همه چی رو خودم فراهم کنم واسه خودم. یعنی مامانم خرجم میداد، بعد تو مدرسه میگفتن خیریه است، شما میتونید ساندویچ درست کنین بیارین بفروشین. خب میرفتم خونه میگفتم مامان بیا هات داگ بگیریم و اینو درست کنیم، من برم تو مدرسه بفروشم. خب بعد مامانم کمکم میکرد چون میدونست این کارو دوست دارم. و واقعا این اتفاقا، حالا یه سری اتفاقا که من نمیتونم جلوی دوربین در موردش صحبت کنم و اینا، باعث شد که درست من اینجوری بشم. خیلی اتفاقا میتونست منو آدم بدی بکنه. میدونی چی میگم؟ دیدی مثلا پسره میگه که نشدی. به من یه بار دختره خیانت کرد، من بعد اون لاشی شدم. میدونی چی میگم؟ یا مثلا دختره میگه آره دوستم تو رفاقت به من زد، بعد اون دیگه به همه میزنم. خیلی اتفاقا اینجوری افتاد که میتونست، من نمیگم من آدم خوبیم، از نظر خودم خوبم، حالا میتونه از نظر تو من یه آدم بدی باشم، از نظر خودم راضیم، آدم خوبیم. و این عشق ابدی یه چیز باحال به ما یاد داد. بذار بگم هر کسی میتونه نظر خودشو داشته باشه. یعنی من میتونم از نظر خودم خوب باشم، از نظر تو بد باشم، تو حال نمی‌کنی برو دور شو. آفرین قشنگ بودی. آره این قشنگ بود. آره واقعا اینو بهش دقت نکردم، چون دیدی تو دقیقاً تو ویدیو هم اینو داره ثابت میکنه که مثلا شاید یه نفر با یکی حال کنه ولی خب اون یه نفر دیگه با اون آدم حال نمیکنه. یعنی چند تا ساید مختلف تو یه جا دارن زندگی میکنن و این خیلی به نظرم جذاب، همین باعث شده که انقدر مخاطب داشته باشه به نظرم. آره دقیقاً. یه سوال، بریم سوال بعدی. آماده ای؟ آره. خب تا حالا به خاطر پول چیزی رو تبلیغ کردی که ضرر داشته باشه؟ اینو من جوابشو میدونم، میخوام خودت بگی. به خاطر پول چیزی رو تبلیغ کردم که ضرر داشته باشه؟ نه. آره دیگه ببین خودت میدونی. آره مهدی منیجر منه، خب کلا همه کارهای من با مهدیه. خب و مهدی میدونه من اینجوری هم زنگ میزنم مهدی ببین اگه تبلیغ چرت و پرته، اگه خوب نیست پولو پس بدید. مهدی اگه میبینی که فلانه و خودش حواسش هست دیگه.
دیگه من نصف تبلیغا رو لغو میکنم همه رو. مثلا از 100 تا تبلیغ کلا شاید بکنم 20 تا بگیرم 10 تا بگیرم بقیه‌اش همه کنسل میشن، حالا به دلایلی که خودت ردش میکنی. خب بریم سوال بعدی. به نظرم سوال بعدی خیلی میتونه باحال باشه. تو دایرکتات بیشتر پیام این که دوست داریم خیلی خفنی اینا میشنوی یا هیت میبینی؟ فوش میدن اینا؟ خدا رو شکر 90% خوبه و من هم موقعم تو فیلم برداری عشق ابدی که بودیم به خیلیا که حالا اسمش رو نمیارم که گنده نشن اینجا میگفتم اونا میگفتن که ببین هر کاری کنی هیتو میگیری. میگفتم ببین مهم اینه که 90% خوب باشن 10% هیت باشه یا 90% هیت باشه 10% خوب باشه. تو بستگی به اون کاراکتری داره که میسازی. من تو هم یه آدم خوبی باشم الان ایلان ماسک هم هیت داره، میدونی چی میگم؟ یعنی جنیفر لوپز هم هیت داره، شکیرا هم هیت داره، ریحانا، درک همه هیت دارن ولی 90% عاشقشن. 90% میگن ای ول آدم خفنی. اون 10% هم یا از رو حسادته یا با طرف حال نمیکنه. اصلا اون 10% همیشه تو همه جای دنیا هست. شما وقتی دیگه به قطاری که حرکت میکنه مردم سنگ میزنن دیگه، وایساده باشی که کسی کاریت نره. یه سوال دیگه تنوز، شاید واسه خیلی سوال باشه، شاید چند بار شده حالا جاهای کوچیک اینو عنوان کردی ولی خب دوست دارم همه بدونن. این که میگن خیلی‌ها میگن از قبل تعیین شده اون فیلم، اون عشق ابدی. میخوام اینو به تو بهشون بگی که این موضوع نبوده، چون من از صفر تا صدش در جریان این موضوع هستم. اوکی. ببینیم بچه‌ها، دوستای عزیزم، اسمش ریالیتی شو عشق ابدیه. همه چیز ریاله، همه چیز، هیچ چیزی برنامه‌ریزی نشده، هیچ چیزی به کسی زور نشده که این کارو کن اون کارو کن، هیچ سناریویی نداره. شما خودتون 5 نفر نه 20 نفر 5 نفر بریزید توی یه ویلا، گوشی نداشته باشید، 24 با هم زیر یه سقف باشید، مجبورید با هم صحبت کنید، جنگ به وجود میاد، عشق به وجود میاد، محبت، نفرت، همه چی به وجود میاد. چون تنها تایمتون رو باید بذاریم برای ارتباط گرفتن و معاشرت کردن، صحبت کردن و اینا. این جز اون کار نمیتونین کار کنیم. واسه همینه که این اتفاقا داره میفته و هیچ چیزی سناریو نویسی نیست. همه چیز واقعیه، همه آدما خودشونه. کاملا ریل. یعنی هیچکی به قول معروف مجبور نبوده که اونجوری باشه. اصلا. هر کی خود واقعیش بوده. درسته؟ دقیقاً. هر کسی ببین، من مشخصه خود واقعی من فلانی دوست داره جلو دوربین بیاد فیلم بازی کنه، اون یکی دوست داره اونجوری خوشو نشون بده. هر کسی اونجوریه که میخواد. یعنی هیچ کسی مجبورش نگه تو باید بد باشی، تو باید خوب باشی، تو فلان. نه، همه همونیان که میخواد. همین به من بازم لواشک بده. گوشی تو میخوای یا بچه کار داره؟ ظرفا کثیفه، برو ظرفا رو بشور. خب بریم سوال بعدی. یه چیزی برای ما اگه میتونی بگو، اگه نمیتونی بگو نه. یعنی اینو کامل میذارم خب، ولی اگه نمیتونی بگی جوابشو بهم بگو. اونجا مثلا شبا آیا همه کنار هم میخوابیدن یا نه همه جدا بودن؟ دخترها توی یه اتاق بودن، هر کسی تخت یه نفره داشت، اونجوری کنار هم. توی تیزرش هم معلومه اتاق دختر نشون میده، اون اتاق صورتی است، اتاق پسر اون اتاق آبی است. و حتی اتاق پسر طبقه بالا بود، ما رفتنمون به اتاق پسر یاساک بود، ممنوع بود. یعنی این پلا رو ما اگه میرفتیم بالا جریمه میشدیم، حق بالا رفتن نداشتیم. یعنی هیچ حقی نه. یعنی شما فقط همون روز با هم بالا اون روزی رو میساختید دیگه به صورت خیلی ریل، همه استارت می‌زدید و کنار هم بودید. دقیقاً. مثلا ساعتی که با هم می‌رفتیم سر ضبط، میومدیم می‌رفتیم پایین، اونجا همو می‌دیدیم دیگه. همونجا که ورود میزنیم دست تو دستی میایم میریم میرقصیم، شب قبلش دعوا کم صبحش میایم میرقصیم. آره. خب بریم سوال بعدی. بذار من اینجا یه چیت کنم به این موضوع، اینجا رو نگاه کنم. تو فضای مجازی با کی مشکل داری به روش نمیاری؟ اینو میتونی بگی یا نه؟ با کی مشکل دارم به روش نمیارم؟ نه اصلا اسم نگو، بگو آقا با کسی مشکل داری یا نداری. همین. اونا که مشکل دارم و فالو نمیکنم.
یعنی بلاگرن دیگه مثلا هر کی. آره اونایی که مشکل دارم رو بلاک کردم که اصلا نه من اونا رو ببینم نه اونا منو ببینم. بهترین کارو میکنی. یکم در خود بپرسی. غذای مورد علاقه تو بگو. غذای مورد علاقه‌ام قلیه ماهیه، اونم با تن ماهی. خب و لازانیا. مثلا من خیلی غذای مورد علاقه دارم. من خیلی آدم شکموییم. خب بعد یا سه تا بگی. من انقدر تو اون برنامه همش یه گوشه دارم میلنگونم، همه خوراکی ها رو من میخوردم. معلومه قشنگ اینجوری بگم. آره ولی فیوریت اصلیم قلیه ماهی با تن ماهیه. عشقم فردا میخوام قلیه ماهی درست کنم. امروز قیمه درست کردم. یه سوال دیگه، تا حالا عاشق شدی؟ آره. خب یه سوال باز الان عاشق نشدم به اینکه ببین اومدی و نسازی. خب اینو بذار بگم. من بچه بودم عاشق اولین دوست پسرم که شدم، اون که هیچ. بعد یه بار دیگه بعدش عاشق شدم. الانو بگم عاشقشم پررو میشه. هنوز عاشقش نیستم. صبح گفتم عاشقت نیستم دیگه. دوستت دارم. بابا انقدر سر و صدا نکن. یه هفته ظرفا رو نشستم، دیشب تالای دیگه. حالا من این همه کار میکنم تو یه ظرف بشور دیگه. عجب آدمی ها. خب تنها قد چنده؟ 175. 175 تو دختره فکر کنم جزو قد بلنده حساب میشه. آره بعضی وقتا مثلا باش حال میکنم ولی بعضی وقتا مثلا دوستم ریزه میزه و کوچولو موچولو باشم، بغلی باشم، میدونی؟ آره. ولی بعضی وقتا میگم واسه کار مدلینگم کاش بلندتر میبودم. دیگه هر کی یه جور میپذیره و اون کسی که کنارته باید اونو بپذیره. آره. آره. اون که راضیه. اون راضیه. خب خدا رو شکر. خب دوست داری از ترکیه بری یا ترکیه دوست داری زندگی کنی؟ من ترکیه رو واسه زندگی دائم نمیدونم، واسه یه 4-5 سال. آره ولی بعدش یا دوست دارم ایتالیا زندگی کنم یا فرانسه یا دیگه استرالیا. شهرهای قشنگ کشورهایی گفتی که همه هنری هستن. آره دیگه دوست دارم برم آرتمو بهتم میاد. آره ایوان. خب بچه کانکشنمون قطع شد، دوباره میریم ادامه سوالا رو بپرسیم ازش. آقا پارتنرت چی کار کنه چشت میفته؟ اشتباهی که کرده رو و بخشیدم دوباره تکرار کنه یا دروغ بگه. ایوان. یعنی یا دروغ یا اینکه یه اشتباه دوباره تکرار کنه. آره مثلا یه اشتباه کرده ببخشم، بگم اوکی فهمیدی اشتباهه بخشیدم، بعد دوباره اون یعنی یه کار اشتباهش رو بفهم و تکرار کن. حالا تن از یه سوال، ببین همه سایت داشتن راجع به این موضوع که تو چرا انقدر به شاهین عشق میدی، این همه مثلا محبت میکنی بهش، این همه دوستش داری و این داستانا. بعد خودت یه جواب داده بودی، میگفتی که من اون آدمو انقدر بهش محبت میکنم، انقدر بهش عشق میورزم که یا خودشو ثابت کنه یا کلا از چشم بیفته. آره بذار اینو برات باز کنم. اینو کم توضیحش میدی؟ ببین آره. ما اینجوری جا افتاده که بابا دختر کم محلی کن، پسر بیاد سمتت، بذار اون واسه تلاش کنه فلان کن. نه من دوست دارم انقدر بها بدم به طرفم ببینم جنبش چقدره. من محبت کنم خودشو گم میکنه یا مثلا محبت کنم فکر میکنه خیلی خفنه که دارم بهش محبت میکنم، یا نه ارزش اون محبت منو میفهمه. خیلی فرق هست. به یکی این لیوانو میدی، خب این قربونت برم داری خفه میشی بیا این آبو بخور. خب یکی میگه که حواسش به من بود، یکی میگه بابا این طرف فکرای فلان داره میخواد از من سوء استفاده کنه آب دادا. میخوام ذهن طرفم ببینم که وقتی انقدر بهش محبت کنم خودشو گم میکنه یا نه قدر و ارزش اون محبته رو میدونه. چون آدمی که نداره، من آدمی هم که هر روز دوست دارم محبت کنم به پارتنرم، عشق بورزم، احساساتمو درون خودم پنهان نمیکنم، ابراز میکنم.
میخوام ببینم جنبشو داره من هر روز ابراز کنم یا 2-3 روز که بگذره دست و پاشو گم میکنه و فکر میکنه چیز خاصیه واسه خودش، حالا آسمون باز شده این افتاده زمین و اینا. آره. اینو امتحان میکنم و خیلی واسم این مهمه که ببینم طرفم جنبش چقدر. ایول مرسی که جواب دادی اینو، دمت گرم. بعد یه سوال دیگه، شاهین ازت ازدواج کنه شاهین ازت خواستگاری کنه بله میگی بهش یا نه؟ بستگی داره چجوری بیاد خواستگاریم دیگه. صورتی میپوشه بیاد یا نه؟ گل صورتی، لباس صورتی، بله. به به به. خب اوکی، انشالله که خود عمو شاهین هم میبینه این ویدیو رو. انشالله. خب یه سریا ببین الان خب تو از فکر نمی‌کنم مطمئنم از همه بچه عشق ابدی تو خیلی حالا فالوور بیشتر گرفتی، خیلی دوست دارن، حالا با قیافت با فیست، آره با فیست حال میکنن، با شخصیتت حال میکنن. خب بعد یه سریا هستن که حالا من اسم نمیارم ولی میان مثلا لایو میذارن برای درباره تو صحبت میکنن، پشتت بد میگن و این داستانا. چرا جوابشون نمیدی؟ تو این جواب ندادن مسئله‌ای هست یا کلا دوست داری که بی‌اعتنایی کنی به اون کسایی که دارن درباره صحبت میکنن؟ آخه ببین مهدی، من نمیبینمشون کلا. میدونی چی میگم؟ یعنی من اگه به خاطر اون برنامه نبود اصلا کنار همچین آدمایی قرار نمیگرفتم. پس الان که دیگه برنامه تموم شده چرا الان باید بهشون بها بدم؟ و اونا چون که خودشون نتونستن اینجوری انقدر منفور شدن که نتونستن انقدر محبت و عشق بگن سمت مردم و زورشون گرفته، میان اینجوری پشتک و اینا میزنن، دست و پا دارن میزنن که شاید من حالا اونا یه چیزی میگن اسمشونو بیارم گندشم نمیکنم، اصلا نمیبینمشون. آره به نظر من آدم کسی رو خراب کنه به جایی نمیرسه. همین بهتر به نظرم آدم رو خودش تمرکز کنه. هر کی به نظرم بقیه رو ول کنه به خودش دقت کنه دقیقاً من برای به نظر من بهتر جواب میگیره. وقتمو بذارم واسه کسایی که همینجور 24 دارن منو چک میکنن که ببینن چی از من پیدا میکنن که بیان یه استوری بذارن دیس کنن فلان کنن. اون بیکاره، من بیکار نیستم. دقیقاً. یه سوال دیگه بریم. آخرین باری که از خودت خجالت کشیدی کی بود و چرا؟ آخرین باری که از خودم خجالت کشیدم چند قسمت پیش، لباسم یه ذره تنگ بود. خب قسمت دیشب بعد این نگاه کردم وای من چرا اینجوریم، از اینکه همه چی معلوم. لباست واقعا پاره بود تو ویدیو. چی؟ تو چی؟ تو سریال اینجوری بود؟ آره تو عشق ابدی لباسم خیلی تنگ بود. بعد از خودم خجالت گفتم وای الان مردم دارن منو اینجوری میبینن، چون من حالا مثلا تازه یه ذره دارم باز میپوشم. من قبلا یه تیشرت تنم میکردم ولی پسرونه میرفتم این ور اون ور. اصلا اینو میخواستم بگم، میخواستم این موقعیت پیدا کنم اینو بگم. من بچه‌ها کل رفیقام پسرن به جز 1-2 تا دختر. یعنی من کلا از بچگیم چون با داداشم بودم تو اکیپای پسرونه بودم، دوستام پسر بودن و ارتباطم با پسرها بیشتر و یه سری رفتارهای پسرونه دارم، بیشتر میتونم با پسرها ارتباط بگیرم. یعنی اگه تو این برنامه میبینیم من اگه جمع پسرونه است میرم میشنم، جمع دختر نمیرم بشم، برای اینکه تو جمع دختر همش میخوان غیبت کنن و فلان کنن و اینا نمیتونن. خب پسرونه یه ذره خاکی تره، میدونی چی میگم، چوسی نداره توش. دخترونه چوسی داره. من حوصله اون چوسیه رو ندارم، میرم پسرونه. من بشم مثلا تو جمع بوده که پسرها لات بودن، من لات شدم تو اون جمع، میدونی مثلا اینجوری لاتی نشستم و الان اصلا لفظم لاتی میره. مثلا من پیکمی نیستم. هر دختری که با پسر گرم میگیره پیکمی نیست. پیکمی مشخصه چه شکلی و کیه.
نه اصلا پیک که خیلی واقعا معلومه. آره دیگه. پسری که بدون چجوریه میفهمه. اونی که خیلی معلومه اصلا همه متوجه میشن. خودت مهدی یه اکیپ 5 نفره پسرین. تنها دختر اکیپتون منم. تمام میبینیم. خب میدونیم اون رفاقت کاری و فلانه یا مثلا دوستان موبین و آروین و منیم که یکتا هم آوردم تو اون اکیپ چون یکتا بچمه. خب اینجوری شده. من با داداشم میرفتم میگفتم بابا دختر نه، اگه میخوای دختر بریم دختر بازی، نه اینکه رفیق دختر بیاریم یا پسرمونه بریم دختر بازی. خیلی هم خفن و عالی. خب تنوز بریم واسه سوال آخر و کلن بریم واسه سیزن بعدی. بته. هنوز با شاهینی یا نه؟ با کی هم شاهین؟ حالا بریم تو سیزن 2 براتون میگم دیگه. الان نمیتونم صحبت کنم در مورد اینکه با کی هم. ای وای، یعنی قرار معلوم شه تو عشق ابدی که با کی یا نه؟ کلا نمیگم آقا، نمیگم آقا، برم کن آقا دنبال حاشیه یا ولی شاهین پسر خوبیه. مرسی که اومدی. مرسی 100%. مرسی که اومدی. مرسی از تو. امیدوارم بچه‌ها ببینن عشق کنن. باز سوال جدیدتر رو بچه‌ها میتونید بپرسید از تناز. بچه‌ها سوالاتون رو توی کامنت ها بپرسید، من تو سیزن 2 جواب میدم. حالا توی اینستام هم که اینستامو میذارم اینجا، اینم چنل یوتیوبمه، ساب کنین. چنل یوتیوب مهدی رو هم ساب کنید. با هم قرار کلی کارهای خفن بکنیم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای برنامه همراه من و مهدی بودید. بوس به تک تکتون. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.